منظومی از یاد نموده من عبارت است از 145 غزل، 170 رباعی و دو بیتی، 170 بیت داستان و 400 بیت دیگر نوهای شعری. آثار منصور مطالعه نمودم. فراگیر 43 رمان، 72 پوست و قصه، 4 یادداشت، 3 خاطره، 30 آچر، 130 حکایه و نویلا، اثرهای صحنوی 12 دراما، 11 پیسه، 1 سونتا. همزمان از آثار شفای خلق رباعی و دو بیتی، افسانه، ضرب المثل و مقالها و لطیفه ها را از خود نمودم. چی میخونی توی بلبل؟ همه تکرار میخونی. غزل متعلق به قلم رستم وهاب. چی میخوانی تو ای بلبل؟ همه تکرار میخوانی. همان یک داستان را هر سحر 100 بار میخوانی. اگر من یک سخن تکرار گویم خورده میگیرند. کسی با تو نمیگوید که از پیرار میخوانی. نیستان را میستان کرده با موج آوازت. رسول منطق الطیری و از عطار میخوانی. همه دار و درخت از نشأه تو رنگ میبندد. تو چون منصور هرگه بر فراز دار میخوانی. پر از کچکله جسته، صف مژگان به هم بسته، سر بر آسمان بالا قلندروار میخوانی. کی میداند آیات سلیمان است یا داوود؟ کی میگوید که از یسنا یا که گاهنبار میخوانی؟ تو خود مشتی پری، آخر نمیترسی که درگیری؟ زبان شعله در منقار آتشبار میخوانی. همان داند که مشتی خاک تو با خون عشق آمیخت. کدامین راز میگویی، کدام اسرار میخوانی؟ یک بیت فراموش شده. نوای باربد را نوای باربد را هیچ کس چون من نمیداند. هزاران سال تنها تو همان ادوار میخوانی. در گوشه بام خاطرم کفترک است. غزل از شاعره شهریه. در گوشه بام خاطرم کفترک است. پیراهن من ز شاهی پرپرک است. آب و گل من سرشتند از الهام. اشعاری نوشتم ولی دفترک است. شب در خم گیسوی سیاهم پیچد. در پنجه صبح دم عجب جان سرک است. خورشید به پشته ها می سوزد. چشمان من انتظار یک اخترک است. میخواست دلم مادر مردان باشم، اما چی کنم نصیب من دخترک است. عمر به هم دل بستیم. غزل متعلق به قلم شاعره فرزانه. عمر به هم دل بستیم، اما جدایم و جدا. یک لحظه دیدار رسد، آن هم شود صرف ودا. خاموش چون استارگان تا بیم با هم یک نظر. چشمان من گوید برو، چشمان تو گوید بیا. چون اشک بی صبری کند من بگذرم زود از برت. آن لحظه دیر آمده این گونه ماند در قفا. با یاد دیدار دیگر عمرم بیاغازد ز سر. ای وای عشق بی ثمر کی میرسد بر انتها. تقدیر تو سرگشته است، طالع مرا برگشته است. از کی خطا بگذشته است، از ما و تو یا از قضا؟ آغاز من با نام تو، هر شعر من پیغام تو. بادا همه بر کام تو، ای مطلع حرف و هجا. دیگر چی از این گیرمان، با دیگری با او بمان. ای آرزوی جاودان، بادا پناهت بر خدا. شعرهای عشقیم را در بهاران گفتم. غزل سعید جان حکیم زاده. شعرهای عشقیم را در بهاران گفتم. قصه غمهای خود را روز باران گفتم. غم ندارم از کمی خویش و زیادی دیگران. هر کمی خویش را من از بحر هزاران گفتم.
هر قدر که می برندم باز بالا می روم. این سخن را از زبان تاکزاران گفتم. در بلندی ها بمیرد هر عقاب تیز جنگ. این حقیقت در مثال سربداران گفتم. آشکارم در نظرها همچو آب چشمسار. بود و نابود دلم را من به یاران گفتم. خویش را با خدمت خلق و وطن پیوستم. هرچی گفتم از برای همدیاران گفتم. یاد آن روز و همان راز کهن. یاد آن روز و همان راز کهن در دل من. قصه نورسی ساده من در دل من. دختری دلبری همسایه و حسن نمکش. سری زلفانی شکن پشت شکن در دل من. عطر گیسوی شبش در کف گلباد بهار. مانصد بار به از مشک ختن در دل من. عشق اول همگی خاطره ها بهره جهد. یاد دیدار گلش طرف چمن در دل من. من و او دست به دست و هوس باد به باد. خنده لاله در دشت و دمن در دل من. دوستان را هر قدر سنجیدم آنقدر از ذاتشان رنجیدم. یک هوایی کرده اما در بدل من ازشان دو هوایی دیدم. جانگر افغان داده بهری بوسه. بعد هر یک بوسه و بوسیدم. پاره خس داده کس را می خورند. گرچه من 100 پاره جان بخشیدم. شرمشان بادا که من چون کودک از بزرگی هایشان رنجیدم. ای آبشار نحوگر از بحر چیستی؟ ای آبشار نحوگر از بحر چیستی؟ چین در جبین فکنده ز اندوهی کیستی؟ درد چه درد بود که دی شب تمام شب سر را به سنگ میزدی و میگریستی؟ همین با قلم زفرخان جوهری تعلق داره. استاد وای را ایواز کردم از پپکو بروردم در دو توی من بده. دل زلف تو را شکن شکن میبیند. دل زلف تو را شکن شکن میبیند. در هر شکنش به خود وطن میبیند. در روی تو عکس 100 چمن میبیند. هر کس که تو را به چشم من میبیند. یک روز دراز خانه بودم تنها. یک روز دراز خانه بودم تنها. دلگیر شدم که آمدم پیش شما. بنشستم و خانه شما را دیدم. بود است نگار نسخه خانه ما. در کوچه خاکی روانم همه شب. در کوچه خاکی روانم همه شب. در توت قطار صوفیانم همه شب. در حوله کودکیم از دانه اشک من دانه توت می تکانم همه شب. در را بکشا بهار در پشت در است. در را بکشا بهار در پشت در است. عشق و هوس و خمار در پشت در است. یک زلزله حسابی در دیده و دل. یک عاشق بیقرار در پشت در است. یک صبح پر از تکلم نوروزی است. یک صبح پر از تکلم نوروزی است. یک پشت پر از ترنم نوروزی است. می شورد و می سراید و می نالد. یک پشت پر از تبسم نوروزی است. شبنم نگهان تلاوت گل کردند. شبنم نگهان تلاوت گل کردند. از عشق میان ما و تو پل کردند. رفتند بدون سایه دست و بر ما آنان که در این میان تغافل کردند. دوستان جان شیرین حسن روبکش. حسن روبکش چقدر بیت میدونی؟ 35 بیت. چند؟ 35 بیت. این چیزی که پر آورده گسی همشو نمیدونید؟ میدونم. از هر جا پرسم باشه استاد. با چنین دوغ و ولوله آمد. با چنین دوغ و ولوله آمد. حسن آشنا عرابه سوار. آدمان را به دو طرف رانده. میگذشت از میانه بازار. میگذشت از درون آب و گل.
از ره چایخانه و دکان، اسب تازی عرابق و قندی، اسب تازی عرابق قندی، بسته زنگوله ها به گردنی اسب. شور و هنگامه را حسن داییم دوست می داشت از پسی این کس در این سوالهای پرتشویش، کس در آن سالهای پرتشویش دمی آرام را نمی دانست. رفتنی روز را و آمدنی پرخطر شام را نمی دانست. می نمودند دشمنان شدید دولت نو اساس را اولین بار از نقاره ما، اولین بار از نقاره ما صوتی سازی قدم به گوش آمد. اولین بار از ترانه ما دل شاگردها به جوش از دل و آمد. جان به هر امارت نو، از دل و جان به هر امارت نو اولین غشت را گذاشته ایم. با نشانداد کمونیست پدران خلق خود را عزیز داشته ایم. خب میگذاریم با پوست جلادان بخورو. بله. در اول پویست جدید کیست گفته شهر رو توضیح خیلی خوب آورده شده است. همین میوارده شهر میدوده. جدید کیست؟ کسی که کرته گریباندار میپوشد جدید است. کسی که گریبان کرتش تگمه داشته باشد جدید است. کسی که گازت میخواند جدید است. کسی که روسیه را میداند جدید است. کسی که فرزندش در مکتب‌های کافری یعنی اصول نو میخواند جدید است. کسی که فرزندش را برای خواندن به روسیه یا اینکه تاشکند روانه کرده است جدید است. و با جدیدی کسانی که بدترین جدید ها کسی که به جدیدی چنین نفران شک دارد و میگوید که جدید نیستند بدترین جدیدان است بشبه. نامای همین جلادان نام بره نام‌های جلادان روزی سرنوسی، قربان دیوانه، حیدرچه، قادری بوز، باز همراه همراه گاوباز، قربان دیوانه. هر بار که آنها به قتل میرساندن شیشته از چه خصوص نقل میکردن که وقت رو گذرونن؟ یکی از همان حیدرچه پارچه‌هایی اسب دوزیش رو تصویر کنه؟ چیش رو؟ اسب دوزی یکی از همون واقعهایی که آنها از آن تأسف می‌خوردند این وقتی که مرده ها را به قتل می‌رساندند را به قتل می‌رساندند بیگناهی آنها را بین خود گفتگو می‌کردند و افسوس می‌خوردند که آدمانی بیگناه را به قتل رسانیدند. خب کفایه است. از فضل‌الدین محمدی آدمان کهنه گفته که رو در نظر داشت. در اصل این آدمان کهنه نبودند ولی طرز عقیده‌رانی آنها عقیده‌های کهنه کیها بودند؟ اهرارمک، اقبال خاله و زیا بابا. آنها چی می‌نویسند مراجعت میکنن از چه شکایت؟ یک شکایتنامه می‌نویسند برای آنکه در آنجا جای شراب فروشی در یک قسمتی باغ آنها را گرفته جای شراب فروشی کردنی می‌شوند. در آن دنیا از فضلی محمدی. خب از فضل‌الدین محمدی در چه خصوص است؟ برای چی در آن دنیا نام دارد؟ قصه یعنی زیارت کردن حاجیان را قصه می‌کند. در آن دنیا با کیهایان همون حاجی در آغاز قصه آمده است که یک جمع 17 در آخرش باشد نیست 17 جمع یک آمده است یعنی قصه از خود زبان خودش سوربن قصه بود نبود در چه خصوص است؟ قصه بود نبود از عشق ناکام یک دخترک جوان قصه میکند که شهریه نام دارد. عاقبت با چی می انجامد حیاتش؟ عاقبت او میگریزد و به نام نشان غیب میزند زیرا که تقوی او میخواست که او را پیشکش نماید به یکی از بایهایی که باسمچی شده بود. با او خوب کفایه است. زنگ اول لحظه کودکی ها من همین نورسی های قهرمانی اساسی کی است؟ حمیده همین نورسی هاش چه خیر میگذرد؟ پدر و برادرش رو برای چی کشته بودن؟ روزی که حمیده تولد میشود پدرش را میکشند و همون برادرش نیز میفوتد یعنی که خبری مرگ آنها میآید و از حولی آنها خوشتابود میبرارند که بدبخترین روزی حمیده بود و مادرش با حمیده در دیه تنها میمانند. همسایه آنها دوست بچه‌اش کی بود؟ حمیده. احرار. در اینجا 2 تا احرار تصویر شده است، احراری کلانی و احراری خردی. یکی از آنها پسر عمه‌اش میباشد که برای او کفایه است. سنگ سپر درباره اشوره معلوماتی؟ اشوره این معلمه جوان بود که در سالهای جنگ بزرگ وطنی کسب معلمگی را پرتافته برای کلخوز بسیار خدمت میکند. در آنجا اسب دوانی او بسیار نقص تصویر شده است. خب دشت ماران برای چی فرار میکند؟ ذکر از
زکور می هراسد از جنگ رفتن و از پای گریختن در دشت موران پنهان می شود. قهرمانی اساسی دیگر سنگینای می باشد که یک عمر از باری ملامت می کشد، او را به دیوانگی نیز نام می برارند. خب قصه رودپای عبدالحمید سماعت. بله. درباره کی این قصه رودپا؟ درباره نفری که بسیار تکبر بود، یک عمر فخر میکرد و خیال میکرد که او را همه میشناسند، ولی وقتی که به جنازه یکی از موسفیدان دعوتش میکنند و میرود، کسی او را نمیشناسد. حتی همان جوانی که از کوچه خودشان بود میگوید که مرا به خانه فلان آدم بر. او حتی همان جوانی که از کوچه خودشان است او را نمیشناسد و از این میبراید که تفاخر کردن بار زندگی انسان را نمیکشاند. تشکر. همین قصه میرزا نصرالدین خرمنی سوخته درباره چی نقل میکنه؟ خرمنی سوخته درباره عشق یک جوان که نامش شهریار بود و وقتی که به یک دخترک دل میبندد، اول اکایش راضی نمیشود و پس آن دلیابی کرده او را به دست. مریزان قطره اشکم که طوفان می شود روزه، همه مهرم همه عشقم به تن جان می شود روزه. به کوهی گیرداب غم غمی مشکل گذر دارم، تحمل گفت بر دوشم که آسان می شود روزه. همین یک دانه گندم دانه امید و ارمان است که از لطف خدایم خرمنی دان می شود روزه. اگر روبه مجاز را بسیم و زر توان بخشی که بیشک هم نشینی شیر میدان می شود روزه. تمام شاعران دارند شوری مولویانه. تمام شاعران دارند شوری مولویانه. نمیدانم به این دعوا تو راضی می شوی یا نه. به این رفتار و گفتاری که من دارم به هر مجلس، نه هوشیارم توان گفتن، نه دانشور، نه دیوانه. کتابی خوب ندارد هیچ گه در هیچ چشم ارزش، کتاب نغز با قدر است چون گهور به هر خانه. مرا در بین مردم قدردان در آشنایی کرد، غزلهایی که ما گفتیم دارد قدری دردانه. یک بیت فروگذار شد. همین کتابی یک بار دیگه این بیت. کتابی بد ندارد هیچ گه در هیچ چشم ارزش، کتابی خوب با قدر است چون گهور به هر خانه. من برایت شعری نو چون بوی جان آوردم. من برایت شعری نو چون بوی جان آوردم. از بخاران از بدخشان لغزش ریگ روان آوردم. ساحلی دریا خورد از موج دریا شیر کفک، من برایت کفک دریای جوان آوردم. آمدم اشتر سوار از دامنی بلخ کهن، من برایت لحن زنگ اشتران آوردم. پیش از آن که سبزه روید ای پری از خاک ما. پیش از آن که سبزه روید ای پری از خاک ما، گاه گاه یاد کن از دیده نمناک ما. مصدر صدرت بگر از عاشقی دارد حذر، روید نالد از حال خود و حال دلی سچاک ما. تن رسوایی مزن ای بیخبر بر اهل عشق، عشق را باشد نشان از آه آتشناک ما. به گوش غنچه چنین گفت شبنم سحری. به گوش غنچه چنین گفت شبنم سحری، که ای ز دیده بد باد چهره تو بری. به هوش باش که باد صبا ندارند کار، در این چمن به غیر گلستان پرده دری. در این چمن به جمال دو روزه غره مشو، که زود دور جوانی تو را شود سپری. کسی که پرده تن کرد پاکی جان را، نیازمند نباشد به جامه های زری. از این پیام دلانگیز ژاله چون اشک، به گوش مرغ خوشخوان نموده جلوگری. در روی هوا ترنه قطار است ببینید. در روی هوا ترنه قطار است ببینید. این بال پری حسن بهار است ببینید. ابر گذران باغ شکوفان خجند است، یا پشته گلهای حصار است ببینید.
در چشم در و روزنه ها خواب شکسته، بیشکستن ارمان و خمار است ببینید. هر ذره من دل شده و می تپد از شفق، سر تا قدمم شاخ چنار است ببینید. از باد صبا چون باد صبا می وزم از غنچه به غنچه، از ولوله عشق چی آر است ببینید. این دل اگرم مهر نثار است پذیرید، یا گل نظری باده گسار است ببینید. دو بیت آمیخته یک مصرع یک بیت و مصرع. چون باد صبا میوزم از غنچه به غنچه، بیشکستن ارمان هنگام لب و بوس و کنار است ببینید. نقش پایت را بره بینم دلم گم میزند. نقش پایت را بره بینم دلم گم میزند. چهره‌ات را یک نگاه بینم دلم گم میزند. ریز ریز کاکلان مشک بدی تو را، روبروی و ته به ته بینم دلم گم میزند. خرمنی گل میبری در دامن پیراهنت، بگهی بینم پگه بینم دلم گم میزند. تو پناه از چشم مردم میکنی سویم نظر، هر نگاهت را پناه بینم دلم گم میزند. رودباری به غباری و پر از شور و شعف، جلوت را ره به ره بینم دلم گم میزند. بوسه را کار گناه گویند لبهای ترت، در دلم میل گناه بینم دلم گم میزند. تا چشم زدیم آفتاب آمد رفت، تا چشم زدیم آفتاب آمد و رفت. 10 سال حیات مثل خواب آمد و رفت. شاگرد به درس استادش گویا، به دفتر و خامه و کتاب آمد و رفت. من قدرت درد را نمیدانستم، من قدرت درد را نمیدانستم، پایان نبرد را نمیدانستم. از سوزش عشق تا دلم آب نشد، گریستن مرد را نمیدانستم. غم عشقت به بحر و بر نگنجد، غم عشقت به بحر و بر نگنجد، شر و شورت به 100 مشهر نگنجد. غزل‌هایی که از بحر تو گفتم، به 100 دیوان به 100 دفتر نگنجد. دیگر نوی شعری دیگر نفهای شعری سروش مطبع پوتیلوف از یاد میدونی ها؟ بله. مرحمت. هوا تیره، سمای ابرگردان تیره تر می شد. زمین از حمله طیاره ها در زیر پر می شد. ز ترکش ها بلندی ها همه زیر و زبر می شد، و برفی خونفشان در می گرفت و شعله‌ور می شد. میان مرده های و زنده ها از راه ناهموار، زیروی برف نوباریده از صحرای نفشدگار، به سوی قله خود با مشقت راه می پوید، و تار کنده را با دیده جراح می جوید. خب تشکر. از این نصر صحبت میکنیم. من صدرالدین یعنی استاد دو خونده، همین دو خونده یعنی یادگار اولین بار کی رو دو خونده نام میبرد؟ دو خونده گفته مردمی عادتا شهرهای بزرگ بخارا سمرقند مردمی کوهستان رو در نظر داشتند. دو خونده دو معنا دارد، یکی دودرخان و یکی کوهستانی کمبغل. کی اولین مراتبه در همین رمان کی دو خونده گفته یادگار رو جر میزنه؟ با فکرم در بخارا یک نفر به همین یادگار دو خونده گفته جیغ میزند. در همین رمان با چی سر میشود؟ رمان با تصویری دره نیهان سر میشود. دره نیهان، واخوری گلنار با یادگار. واخوری گلنار با یادگار بعد از تصویری دره نیهان، وقتی که یادگار گاوها را پودبانی میکرد و یعنی غمگین بود، گلنار به نزد او میآید و درباره شد کفایه برای چی با سربازی خودش رو قبول میکنند؟ او میفهمد که در گلنار سراغ گلنار را در درک گلنار را در طرفهای بخارای شرقی در کوهستان مییابد و میخواهد که هر چیز زودتر به کوهستان رود. از کی قرض دار میشود 15 تنگه؟ از یک بای قرضدار می شود به از هندو نه؟ از هندو، از بای متی هندو.
از ромانی آدمان جاویدی رحیم جلیل. همین آدمان جاوید قهرمانش نام بره؟ قهرمانای اساسیش قهرمانای مرکزی اثر پولاد، گلرو، رستمامک، فضیلت بیبی، سعادت بیبی، باز رستم خوردکک. پولاد کی بود؟ پولاد قادیروف یکی از ارباب‌های فعال دوره اول حاکمیت سوویتی در شمال تاجیکستان. چه قهرمانی نشان میده؟ او بر ضد باسمچی‌ها جنگ میکند و حاکمیت شوروی را، پایه حاکمیت شوروی را در شمال تاجیکستان برقرار میکند. وقتی که محبس میشود در مسچوب محبس میشود، او را چه خیر نجات میدهد؟ او را آمده میدزدند. کی میدزدد؟ کی یاری میدهد؟ گلرو با همراهی از کرانی سرخ، یعنی لباس مردانه پوشیده پولاد را، یعنی دوست داشته‌اش را نجات میدهد. رمانی سوتی ملغزاده واسه سببی سر زدن شورش و شکست از چی بود؟ سبب سر زدن شورش سالی چند؟ سال 1888 از زیاد ستاندن انداز در حکومت منغیتیه و مردم بداد آمدن. واقعا در کجا روی میده؟ در بلجوان، در دره مختار شورش روی میدهد و عاقبت در شورش سربازان بک را تورمار میکنند و بک فرار میکند. ساتین اولوغزاده رمانی نواباد برای برقرار کردن کلخوزها در دوره اول حکومت شوروی، رئیسش نورعلی. برای چی نواباد نامی داشته است؟ برای آنکه در همان نام دهر هم نواباد بود، نامی کلخوز هم نواباد و باز یک کلخوز دیگه بود، کلخوز کمونه، یعنی کلخوزی که نو آباد شده است. خوب باشد. همین احمد دیوبند برای چی جسوری ناترسی نشان میدهد در نزد آشناهایش؟ احمد دیوبند در گشتکی که در خانه بابای هم محله شده بودند، میگوید که من رفته از مزار تگ غور به شما شاخچه بریده میارم و در پیش از این چی واقع روی میدهد که همین شرط رو میبندد؟ نقل میکنند که اول کسی بیرون میبراید، یک نفر از باشندگان بیرون میبراید و یک علوک رو دیده جین گمان کرده علوک رو یا که گوه رو میبینه؟ چی حادثه رو میده؟ گوه ریسمانش رو کشوده میدوید، همون رو میبیند و جین خیال میکند و احمد مدهوش میشود و همه بله وقتی به خانه میدارن احمد گرو میماند که چی گرو میبندند؟ یعنی من همین گشتک نمی کنم و در خانه شما گشتک ها رو به پل میخورم. همین ناترسی احمد رو در دلش کی جا میکنه؟ پدرش. با چی نقل؟ با کدام نقل؟ با نقلی که یعنی در یاد داشتم اشاره شده است، میگوید که یک شب در نظرش هر گونه چیزها میتابند و شد کفایه از پویستی توری عنکبوتی جلال اکرامی. همین توری عنکبوت در برای قهرمان اساسی نام بره و برای چی توری عنکبوت نامی داشته است این پرسناژ مرکزی اثر مراد می باشد. مراد ولدی استان. اینها یعنی شیخ‌های خواجه دیوانه بند می گفتند و در همان دوره ها دیوانه ها را آورده در زندان های تنگ و تار میکردند و با قمچین کاری میکردند، گویا با همین سبب جین آنها می برآمده است و اساساً سیری همین خیلی اشکار می شود همین سیری همین جا که اصلا همونجا دیوانه ها نیو که ها رو جو میکنن آدمانی روشن فکری همان دوره رو در آنجا جو میکنن. چشمی بد دور ز چشمان عزیزت وطنم، چشمی بد دور ز چشمان عزیزت وطنم، دیودت دور ز دامان عزیزت وطنم. تو بفرما که به هر راه برآورده کنم، چیست برگوی که ارمان عزیزت وطنم. خم زدی هر قلم از داغ جگربندانت، ای گوهر ریخته مژگان عزیزت وطنم.
در کشای سحراندام شفق پیشانی با پیامی خوشی مهمان عزیزت وطنم. کودکی صنف یکم بلکه از آن پایانتر، باز هم من به دبستان عزیزت وطنم. تو بفرما که به هر راه برآورده کنم، چیست برگوی که ارمان عزیزت وطنم. کاش از فلسفه ها برکنم و ساده شوم، یشت گل خوانم و هم قسمت شب باده شوم. زندگی شادی خود را که دریغ از من داشت، به ستانیدن غمهای وی آماده شوم. بودنم آینه بود که زنگار گرفت، که زداینده زنگار که آزاده شوم. جاده آخر شده جز هیچ در انبانم نیست، تو هدایت بکنه دوست که آزاده شوم. من همان قلف دری راز که کودش دانی، به همه بسته شوم بهر تو بکشاده شوم. نامه چون پند پیران بر دلم تاثیر کرد. نامه چون پند پیران بر دلم تأثیر کرد. کرد روحم را مسخر حکمت صد پیر کرد. زندگی را با لباس دیگر پیش نظر، جلوه داد و معنی آن را به من تعبیر کرد. گفت بنگر کاروان زندگی چون می رود، یک نگاه هم خود مرا از خویش دامنگیر کرد. گفت خاموشی بر از نخلی فراموشی دهد، این خطابت مرغ الهامی مرا شبگیر کرد. راهی من چون موج ناهموار پر پیچ و خم است، پیچ و خمهای رهم را نامه تصویر کرد. از کلامی نارسایم بوی خامی می رسد، خامی هایم را کلامی پخته تحریر کرد. به مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن، ماه نو را رفته رفته چرخ عالمگیر کرد. جهل از خود دور می باید نمود. جهل از خود دور می باید نمود، دفع این منفور می باید نمود. از چراغ علم و نور معرفت، سینه را پر نور می باید نمود. خاطری خود را به باغ علم و فن، خرم و مسرور می باید نمود. یک طرف ترغیب و تشویقات را، و از دیگر سو زور می باید نمود. خاک بر چشمان بدخواهان زده، چشم دشمن کور می باید نمود. از برای خواندن و خواندن، خویش را مجبور می باید نمود. آبهای بیش و کم از سر گذشت. آبهای بیش و کم از سر گذشت، تا که قدری آبی پیشی درگذشت. تجربه داموخت ما را زندگی، علمش از 100 مکتب و دفتر گذشت. اختری نحس آنچنان نحسی نکرد. در زمین زادیم و اما فکری ما، تا فلک ها رفت و از اختر گذشت. اختری نحس آنچنان نحسی نکرد، نحسی کس از نحسی اختر گذشت. ناکسان بهتان به مردی حق زدند، او ولی پاک و بلند گوهر گذشت. هر قدر بگذشت عمرت مرد باش، بیشتر بگذشت یا کمتر گذشت. آنچنان در فکری عالم باش چون، بگذری گویند عالم در گذشت. باید یک بار دیگه اختری نحس. اختری نحس آنچنان نحسی نکرد، نحسی کس از نحسی اختر وزن گذشت. غلط شد دیدی؟ نحسی کس از نحسی اختر گذشت. بنده که اضافی زیادی است. عمر آدم را که میگویند یک دم بوده است. عمر آدم را که میگویند یک دم بوده است، نیک بینم صحبت یاران همدم بوده است. روز شادی گرچه میگویند بسیار است یار، آن که از شادی تو شادی کند کم بوده است. هرچی از آدم رسد نامردمی یا مردمی، لیک آدم باز هم محتاج آدم بوده است. میکند غم گرچه دل را سخت بیمار و خراب، لیک علاج جان بیغم باز هم غم بوده است. جوهر آدم بو باید دید، ورنه هر دوا بر یک نیش و به دیگر نوش و مرهم بوده است. آن جوان مردان که رفتن قرضدار و قرضخواه، قرضهای عمرشان بر قرض ما زم بوده است. باشد از این پس به قدر و قیمتی آدم رسیم، که حیاتی ما به دنیا آدم و دم بوده است. هر کجا باد خزان است مرا همراه است. هر کجا باد خزان است مرا همراه است.
هر کجا رودی روان است مرا همراه است. وادی عمر فراخ و نفسی فرصت کم، عمر پیراهنی زیباست ولی کوتاه است. خطری چاهی ره و پیچ و خمی آن هیج است، دیدم کامی طمع ژرفتر از صد چاه است. مشو از دست طمع سایه منصبخوار، سایه را دولت دم با تا نفسی بیگاه است. میوه هر چند بلند است گرانتر بفتد، این اشارت به تو از عاقبت خودخواه است. از پسی کور روی به ز پسی کور نمک، بر رهی راست همو رهبلتی گمراه است. گر ندادی نرسد دادستان بر دادت، شکری حق دادستانه که زیما آگاه است. یک بیت. روزی روشن روزی روشن نبری در پنهی تیر دلان، رهنمایت شب تاریک چراغی آه است. هر کسی شد در جهان یاری کتاب، هر کسی شد در جهان یاری کتاب، می شود واقف ز اسرار کتاب. چشم ما را که کشوده بر جهان، حرف مادر نیست گفتار کتاب. پیر تکرار جوانی می کند گر مقرر کرد تکرار کتاب. در ورق گردانیش آهسته باش، دور گردان آمده باری کتاب. بس کسان از نقطه گردیدند، دور عالم را به پرگاری کتاب. رنگ زردی او نشانی ضعف نیست، تخت را افکنده افکاری کتاب. تا به سر تاج و کلاه پیچیده ای، این نمی شاید به دستار کتاب. کاری همه کس برابر همت اوست. کاری همه کس برابر همت اوست. عمری همه کس نشانه قیمت اوست. 10 چند قد است هیکل و مقبره، لیک قبری همه کس برابر قامت اوست. به توشگه در آرزوی سفریم، به توشگه در آرزوی سفریم، نادیده گه آستان و بالا گذریم. نگذشته ز آب جوی بار ز هوس، خواهیم که به یک جهیش ز دریا گذریم. خواهیم به یک جهیش ز دریا گذریم. بشناس نشانی که نشانی من و توست، بشناس نشانی که نشانی من و توست. امید و مراد و آرمانی من و توست. رفتند نیاگان و نبردند خسی، میراث عزیزشان جهانی من و توست. خواب ز جهان طفل رنگین تر نیست، خواب ز جهان طفل رنگین تر نیست. چشم ز نگاه طفل خوشبین تر نیست. پیرانی سخن مرا ببخشید ولی، حرف شعر ز زبان طفل شیرین تر نیست. ای مهر دل و ماه دل و کوکب دل، ای مهر دل و ماه دل و کوکب دل، به توست سیاه و تیره روز و شب دل. از دل نروی که خود خدا ریخته است، از روز ازل نقش تو در قالب دل. تو کار با دلم دزدیده داری، تو کار با دلم دزدیده داری، حکایت های کس نشنیده داری. دوستان، پارچه از دوستان جان شیرین تاجیکستان سیمان، قشلاق طلایی. 50 بیت تاجیکستان سیمان ها؟ بله. شکل پر نیست اینجا 50 بیت آوردگی. نه 50 بیت از دوستان از بر کردم. خب مرامد یک پارچهش. از دوستان قشلاق طلایی. نه تاجیکستان سیمان. بار اول آمد از گردون خطاب، که مسلمانان شرقی پر عذاب. از پی تعمیر دنیای خراب، انقلاب. این زمین این آب این کوه و کمر، شد رها از بند میراثی پدر. گشت چون مالی حلالی رنجبر، با خبر. بهر نوروزی نوازاد اتحاد، بهر حفظی طفل نوزاد اتحاد. خب کفایه مرامد معلوم است. رمان هایی که شما مطالعه کردید من سوال میدم. رمان غلامان صدرالدین عینی، غلام بابا کی بود؟ غلام بابا یا بابا غلام؟ بابا غلام. بابا غلام همون رحیمداد بود که در اول رحیمداد نام داشت. وقتی که از طرف غلام فروشی خیوگی فروخته می شود به عبدالرحیم بای نام نیک قدم رو میگیرد و در پیرانسالی چند نسل رو در بر میگیرد؟ این اثر از یعنی خط سوجاتی اثر از یک اولاد و 3 نسل رو در بر میگیرد. در سری نسل اول
то кадом сол неқадам аз меиста. кадом вақт то кадом аз сол давраи ғуломфурӯшиҳои аввали асри 19 сар шуда то солҳои нимаи дуюми асри 19 нимаи дуюми асри 19 сар шуда 33 бале 1933 то ро дар бар солҳои мегирад. 1933-ро дар бар мегирад. хуб ки ғуломфурӯшӣ мекард ба ғулом? муҳаммади каримбой ғуломфурӯши хевагӣ. боз ки дар ин ҷо танҳо ғуломфурӯш яъне ғуломфурӯше ки ягонае ки тасвир гардидааст дар сарои пои остона, яъне дар он ҷо ғуломфурӯшӣ аз ҳамон ҷо шурӯъ шудааст. як гарчанде дар романи одамони ҷовид муаллиф ки аст? муаллиф ва раҳим ҷалил. раҳим ҷалил кадом воқеаҳои таърихӣ соли 1916-ро ба тасвир мегирад? барқарор гардидани инқилоб дар шимоли тоҷикистон, яъне дар кадом шӯриш аст соли 1916? соли 1916 яъне ба меҳнат барои ҷанги бузурги ҷанги якуми ҷаҳон ки буд, аз ҳамин сабаб забони русиро қаҳрамони асосӣ ки аст? қаҳрамони асосии асар пулод, гулнор, рустамамад. пулод забони русиро аз ки меомӯзад? забони русиро вақте ки ба Русия меравад, дар он ҷо дар Русия аз меомӯзад? Иванитский. яъне ба ӯ вомехӯрад? бале дар ҳамон ҷо ҳамроҳи дӯсташ ба Россия барои чӣ сафар мекунад? бори аввал ё бори дуюм? бори аввал барои он ки онҳоро маҷбуран ба фронти меҳнат бурда буданд. бори дуввум барои